عادت کن هر روز بعد از نماز این ذکرها رو بفرستی. دستور عمل آقا شیخ نخودکیه، واقعا مجربه و منبع داره. کافیه یک بار آیات الکرسی بخونی، یک بارم تسبیحات خانم فاطمه زهرا رو بفرستی، 3 بارم سوره توحید رو بخونی، 3 تام صلوات بفرستی و آیه 2 و 3 سوره طلاق هم بخونی. بعد ببین چه جوری مشکلات دونه به دونه باز میشه، گرفتاریت برطرف میشه. بعد از هر نماز حتما بخون، بفرست برای اونایی که دوستشون داری تا اونا هم مشکلاتشون حل بشه، گرفتاریشون برطرف شه. اگر با من همراهی زیر این پست بنویس یا الله.